دهمرده در جنوب ولسوالی جاغوری موقعیت دارد که طرف شمال به منطقه پاتو، تاک و تایلم، از طرف شرق به منطقه انگوری، از طرف غرب به ولسوالی خاک افغان و از جنوب به منطقه مقور و رسنه موقعیت دارد. این منطقه دارای منطقه کوهستانی می باشد و بیشتر مردم به دامداری و زمینداری مشغول هستند. این مردم دارای چندین طایفه می باشد که هر یک را برای شما بیان می دارم. امور، دوران وفا، دالی، رازی، دولت جمع، طلقا، بسمنی، خوشداد، شامول معروف به آهنگرا و بهرام از طوایف دهمردند. در گذشته دسته‌هایی از طایفه دهمرده در ارغنداب، شهر صفا، قلات، شاهجوی، جنده و مقور همراه با طایفه گری در ولایت قندهار، زابل و غزنی زندگی می‌کردند که از آن مناطق به جبر کوچانده شدند. منطقه دهمرده همیشه مورد تاخت و تاز همسایگان از جمله پشتون‌های خاک افغان، رسنه و مقور قرار گرفته است که همواره تلفات مالی و جالی به جای گذاشته است. این مردم در دوران امیر عبدالرحمن خان حاکم وقت افغانستان زمین‌های خود را از دست دادند و منطقه فعلی مهاجر شدند. این مردم همیشه تلاش نمودند که با همسایگان خود روابط حسنه داشته باشند و زندگی آرام و خوش داشته باشند. اما متاسفانه در دوران مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. به امید موفقیت‌های هرچه بیشتر شما در تمام عرصه‌های زندگی، موفق و کامگار